سلام همگی، بریم با آویزای خوشگل نقره دستبند نقره پاندورا بچینیم. من دستبند کرواتی قلبی رو برداشتم با چارم کالسکه سیندرلا، کفش سیندرلا با اون دوتا موش شیطون داخلش و خود سیندرلا. برای کنارش این چارم خوشگل مورانا با پروانه های بنفش و یاسی که زنجیرش هم متحرکه رو برداشتم. چارم سنجاقک کریستالی که به نظرم به خاطر تم جواهراتی که داره به چارمای دیگه می اومد و این دوتا چارم کریستالی آبی به خاطر تم آبی کارتون سیندرلا. حالا یه خورده دوربین رو زوم میکنم و قبل از اینکه چارما رو داخل دستبند بچینم کنار هم دیگه ترکیبشون میکنم ببینم چجوری بهتره، چجوری بیشتر به هم دیگه میان. چارم پروانه رو گذاشتم وسط و اینجوری چارمای دیگر رو کنارش چیدم. به نظر من که به هم دیگه میان. حالا دستبند رو بر میدارم، بازش میکنم و به همون ترتیبی که چارما رو چیدم چارما رو وارد دستبند میکنم. توی این فاصله که باید منتظر بمونیم تا همه چارما برن توی دستبند به هم بگین که سیندرلا پرنسس محبوب بچگی شما هم بوده. شما هم مثل من کتاب داستانش رو داشتین. اینم از دستبندمون. به نظر شما چطوره؟ نظرتون رو به هم بگین. روی دستم هم گذاشتم که ببینین. مرسی از همراهیتون.